دوستان شما داخل قسمت قبل دیدید که ما این استارت دستسازی که ما ساختیم و بهتون معرفی کردم و الان قراره که داخل این قسمت توضیح بدم که چه قطعاتی داخلش به کار رفته و نحوه سیم پیچی و اتصالاتش رو بهتون توضیح بدم. با ما همراه باشید و ادامه ویدیو رو ببینید. خب دوستان، همونطور که دارید مشاهده میکنید الان داخل این کیس، داخل این استارت چند تا سیم به کار رفته. این دوتا سیم مشکی و سیم سفید سیم برق خودرو هستن و این سیم سبز که کلید سلکتوریه روش نصبه سیم استارته. کلید معمولی مال برق خودروه، این کلید مال برق، کلید سلکتوری مال استارته. اگر این دوتا سیم هم نباشند ماشین استارت نمیخوره. حتما باید سیم برق روشن باشه و زمانی که سیم برق روشن هست ماشین میتونه استارت بخوره، یعنی باید ماشین برق داشته باشه. اگه برق ماشین قطع باشه ماشین شما هیچ وقت پمپ بنزینش کار نمیکنه و موتور روشن نمیشه. این نکته یادم رفت که بگم حتما کلیدای شما باید آمپر بالا باشن تا آمپر باتری شما رو بتونن تحمل کنن. الان همین کلید معمولی، کلید برق، حدوداً 15 آمپر رو میتونه تحمل کنه و کلید سلکتوری ما حدوداً 25-30 آمپر رو. و برای همینه که این کلیدا زیر فشار آب نمیشن. کلید برق خودرو اومد، کلید سلکتوری برای استارت، این کلید تمام و ماشین به همین راحتی روشن میشه. خب حالا شاید براتون سوال پیش اومده باشه که کاربرد این دوتا کلید و این کلید چیه. کاربرد اینا، اولین کلید رو که میزنیم چراغای جلو پا روشن میشن، جلو پایا. دومین کلید مال پروژکتورهای جلو است و چراغ خطرهای عقب. حالا کاربرد این کلید چیه؟ این کلید بوق ماشینه، یعنی این کلید رو که فشار میدیم ماشین بوق میزنه